برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در مهمانی خاندان یکایکی شما شوکت محمد هستم. با عرض سلام و درود برنامه تحلیلی دیدگاه را برایتان تقدیم میکنم. موضوع امروزه ما آمارهای فانتاستیکی مقامات تاجیکستان درباره استحصالات است. اگر با آمارهای حکومت تاجیکستان همچون افسانه شب خوش خورترکان نیو همچون واقعیت باور کنیم، تاجیکستان حالا به یکی از کشورهای پیش قدمترین جهان در استحصالات سبزوات تبدیل یافته است. امسال 255 تن سبزوات به سر اهالی استحصال شده است. باور کردید؟ تاجیکستان از کشورهای لیدری استحصالگری سبزوات هم پیش گذشته است. تا سنه 1 نوامبر سال جاری در تاجیکستان 2,043,493 تن سبزوات استحصال کرده شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت کشاورزی خبر می‌دهد. با این نشان دهنده تاجیکستان از کشورهایی که بیشترین حجم این نمودی محصولات در جهان را استحصال می‌کنند پیشتر رفته است. در تاجیکستان امسال استحصال سبزوات که به هر سری اهالی 227 کیلو راست می آید، این هم اگر اهالی همانگونی که مقامات دعوا دارند 9 میلیون حساب کرده شود. اگر حداقل 2 میلیون نفری که به خارج رفته اند از حساب بیرون کرده شوند، به هر نفر بیش از 290 کیلو سبزوات استحصال گردیده است. به هر نفر بیش از 290 کیلو سبزوات. این نشان دهنده تنها از کشور چین کمتر بوده، از کشورهای بزرگی صادر کننده سبزوات مثل ترکیه، لهستان، اوکراین، ایتالیا، مکزیک، ایران و ویتنام بیشتر می باشد. همه این کشورها را یک شرطه به عاقب زد تاجیکستان. در واقعیت نه، تنها با آمار. برای مثال استحصال سبزوات در اوکراین که میلیون ها تن صادرات میکند، زمین پهناوری کشاورزی دارد، همگی 212 کیلو به سر اهالی را تشکیل داده است. در روسیه که مردم سبزوات را به مراتب بیشتر از تاجیکان استعمال میکنند، این نشان دهنده به سر اهالی همگی به 137 کیلو برابر است. طبق آمار ارائه کرده وزارت کشاورزی، حاصل از 68,241 هکتار جمع‌آوری شده است و کشت سبزوات در عموم 69,784 هکتار را تشکیل می‌دهد. چند سنتینری راست می‌آید؟ ببینید، بعد پر جمع‌آوری شدنی حاصل، این نشان دهنده ها می توانند بیش از 2% بالا روند. تا 1 اکتبر سال جاری در تاجیکستان 283,866 تن بیشتر سبزوات نظر به همین دوره سال گذشته جمع آوری شده است. بیشتر. از جمله طبق همین آمار بیش از 701,100 تن پیاز، حدودی 106,500 تن کرم، بیش از 576,200 تن پمیدار، حدودی 198,600 تن بادرینگ، بیش از 262,500 تن سبزی و 198,491 تن سبزوات دیگر جمع آوری شده اند. بسیار خوب. باور کردیم. حالا بیایید یکی از این رقم ها را بررسی کنیم. تاجیکستان امسال بیش از 576,000 تن پمیدار استحصال کرده است که به هر سری اهالی 82 کیلو راست می آید. به سری هر یک نفری اهالی 82 کیلو راست می آید. با این نشان دهنده تاجیکستان باید به یکی از کشورهای اصلی صادرکننده پمیدار تبدیل می یافت.
زیرا در جهان همگی 180 میلیون تن پمیدار استحصال می شود که به سری اهالی 21 کیلو رست می آید. در تاجیکستان این نشان دهنده 4 برابر بیشتر است. این هم در حالی است که تاجیکستان کشوری نیست که در آن استعمال پمیدار در سطح بلند باشد. برای مثال استعمال پمیدار بین اروپایی ها که چند برابر بیشتر از تاجیکان پمیدار استعمال می کنند همگی 15 کیلو در سال به سری اهالی را تشکیل می دهد. یک چیز دیگر یادتان باشد خودی همین سال مقامات به خانه های مردم رفته مردم را گفتند که جوار مکه را کنده پرتایید، پامیدار را کنده پرتایید و دیگر سبزوات ها را کنده پرتایید، به جای آن کارتاشکا کارید. یادتان هست؟ همه را مجبور به این کردند که کارتاشکا کارند. اما خودی مقامات میگوید ما فلان 1000 تن نه فلان 100,000 تن چیکار کردیم؟ پمیدار گرفتیم. خودی مقاماتی که پمیدار رو یک سبزواتی چندم درجه میداند لیکن همین قدر حاصل گرفته است. حتی اگر نشان دهنده استعمال پمیدار در تاجیکستان را مطابق با نشان دهنده اروپا حساب کنیم تاجیکستان باید 450,000 تن پمیدار صادر میکرد و در حال در رده‌بندی جهانی صادرکنندگان پمیدار قرار می گرفت و حکومت بدون استحاله چند روز را عید پمیدار اعلام می کرد. در حالی که کشور بجز چند بانک پمیدار کنسرو شده چیزی به خارج نفرستاده است، یعنی صادرات این نمودی محصولات آنقدر کم است که حتی در آمار جا نمی گیرد. برای مثال کشور مغرب که یکی از صادرکنندگان معروف پمیدار است و پمیدارهایش را به اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، مکزیک و دیگر کشورها اکسپورت می کند 1,200,000 تن پمیدار استحصال می نماید. 1,200,000 تن یعنی همگی 2 برابر بیشتر از تاجیکستان. همگی 2 برابر بیشتر از تاجیکستان. در همین حال اهالی این کشور 5 برابر بیشتر از اهالی تاجیکستان است. یعنی بیش از نیمی پمیداری استحصال شده در استعمال داخلی می رود و این کشور همگی 540,000 تن پمیدار صادرات می کند، در حالی که در رده‌بندی ها بین کشورهای صادرکننده اصلی پمیدار قرار دارد. مطمئناً اگر هر رقمی که مقامات رسمی تاجیکستان ارائه می کنند هر آماری که همین طور تحلیل و بررسی شود دروغی شاخ و دمدار بودنش معلوم می گردد. در همان آمار ارائه کرده وزارت کشاورزی گفته می شود که در تاجیکستان 351,833 تن میوه جمع آوری شده است. از آن 179,873 تن اش را انگور تشکیل می دهد. انگور 179,873 تن اش را. چون تاجیکستان از کشورهای استحصال کننده شراب نیست و نیم کیلو هم انگور صادرات نمی کند، پس تمام انگوری استحصال شده در داخل استعمال شده است. در این صورت به هر سری اهالی حدودی 25 کیلو انگور رست می آید. یعنی اگر عائله شما از 6 نفر عبارت است شما باید سالانه 150 کیلوگرم انگور استعمال کنید. اهمیت دهید. بنابر این که نگهداری دراز مدت ترین نوع انگور بیش از 5-6 ماه امکان ناپذیر است و با در نظر داشت نمودهایی که نگهداریشان از 2 ماه بیشتر نیست، استعمال میانه انگور در 3-4 ماه قرار می گیرد. فهمده ایستادید؟
از این می‌براید که خانواده 6 نفره شما در این مدت باید هر روز 1.5 کیلو انگور استعمال کند. تماشابینان گرامی، شما سالانه چند کیلو انگور استعمال میکنید؟ هر روز 1.5 کیلوگی، هر روز خدا 1.5 کیلوگی 365 روز انگور میخورید؟ نشان دهنده آمار سال تا سال انحنمی خیلی فانتاستیکی تر می شود. فرق در اکثر حالت چند برابر و در بعضی حالت ها مثل این پمیدار و انگور 10 ها برابر است. تا جایی که دیگر اکثر مردم هم از آن آگاه شده اند و تنها با تبسم و استهزا به آن برخورد می کنند. اما چرا این عنعنه راه افتاده است و از کجا سرچشمه می گیرد؟ چرا مقامات بدون هیچ یک شرم و حیا این گونه آمارهای فانتاستیکی ارائه می کنند؟ بیشتر مردم به این نظرند که مقامات محلی برای شیرین کردن خود به بالا آمارها را بالا میبرند. اما پنهان ماندن این همه دروغ و واهمه دوام اینقدر سال از بالا امکان ندارد. به نظر ما حتما همون بالا این همه رقم های دروغ فانتاستیکی را میداند. از طرف دیگر ساختن آمار دروغ و آماری که به این بزرگی کمپرمت برای هزارها منصبدار در سطح‌های گوناگون است که در دل خواه وقت می شود آنها را با آن متهم ساخت و به حبس گرفت. اما تا حال این گونه حالتها یا عموما دیده نشده‌اند و یا تا حد کمند که از چشم رسانه ها پنهان مانده اند. پس اینجا سیر دیگری هست. منبع‌های ما از 3 وزارت معلومات دادند که در اصل آمار از بالا تصدیق شده به وزارت ها سپس به حکومت های محلی فرستاده می شود. برای مثال وزارت کشاورزی سپارش می گیرد که از بالای بالا حاصل پمیدار در سال 2020 باید نه کمتر از 500,000 میلیون تن نباشد. وزارت این رقم را بین ناحیه ها تقسیم می کند و هر ناحیه باید از جمع‌آوری همان مقداری که سپارش گرفته است گزارش دهد. مهم نیست که 0.5 تن پمیدار جمع‌آوری شد یا مثلا 40,000 تن. مهم این است که باید در کاغذ نه کمتر از 500,000 تن ثبت شود. این است که ناحیه ها بدون کمترین ترس یا خجالت آمارها را 10 ها برابر بیشتر از بودش نشان می‌دهند و نگران جوابگری نیستند. اما این کار با کدام هدف انجام می‌گیرد؟ هیچ کس از دروغ گفتن نمی‌ترسد. برای چی نمی‌ترسد؟ برای آن که این دروغ را فرمانش را همون بالای بالا داده است. اما برای چی این کارها صورت می‌گیرد؟ می شود تخمین زد که این کار چند سبب دارد. یکی از سبب‌ها این است که باید رشد 7% اقتصاد و مجموعی محصولات داخلی که دولت هر سال اعلان می‌کند تامین شود. برای رشد باید استحصالات و نشان دهنده‌های آن بالا روند. همینطور نه؟ سبب دیگر می‌تواند این باشد که رشد دروغینی مجموعی محصولات داخلی نه تنها برای مردم از پیشرفت گزارش دادن ضرور است، بلکه برای آمارهای خارج از کشور نیز استفاده می شود. پیش از همه برای جلب قرض و گرانت‌ها. کمتر اینستیتوت مالی پیدا می شود که به کشور در حالی عقب روی یا در جایش قدم زننده قرض و گرانت دهد. همچنین یکی از سبب‌های زیاد نشان دادن آمار می‌تواند به خاطر گرفتن گرانت و قرض‌ها باشد. نتیجه قرض و گرانت‌هایی که برای رشد ساحه‌ها از جمله کشاورزی گرفته می‌شوند باید نشان داده شوند.
برای مثال یک اینستیتوت بین المللی برای جاری نمودن نمودهای نوی زراعتکاری در یکی از ناحیه ها 10 میلیون دلار گرانت جدا میکند. گرانت. آن پول ها تا آن ناحیه نرسیده غیب میزنند و وقت زمانی گزارش فرا رسید نشان دهنده های ساحه‌ای که برای آن گرانت جدا شده بود باید بالا برده شوند و آن را تنها در کاغذ بالا میبرند و به گرانت دهنده میفرستند. نشان میدهند که من پول دادید 1000 رحمت، من همین قدر محصول گرفتیم. الها برکه یابید. محض انا برای همین گرانت را میگیرند به ناحیه آمده نمیرسد. بالای بالا به کیسه میزند و میگوید که در وقت حاصل انا همین قدر به من حاصل گرفتم گفته معلومات فرستید، گزارش فرستید. این مسئولین پایانی، مسئولین محلی در ناحیه ها نیست، می نویسند میفرستانند. همین بالا خودش گفت من گزارش مرحمت. دزدی و دروغ‌های فانتاستیکی در سطح بلند دولتی که در تاجیکستان رایج است در کمتر کشوری در جهان دیده می شود یا اصلا این گونه دزدی نظیر ندارد. از این رو اینستیتوت های بین المللی در کشورهای کمک رسان به آمارهای دولت باور می کنند و سالانه صدها میلیون دلار کمک و قرض جدا می کنند به تاجیکستان. مشینیکی را دیده ایستادید؟ این حکومت در مشینیکی خیلی پیشرفته است، باور کنید. این کمک و قرض ها باعث شدند که حاصل پمیدار در تاجیکستان به 600,000 تن نزدیک شود. 600,000 تن. ولی چون تاجیکستان در صادرات آن هیچ دلیل ندارد و دروغ هم گفته نمیتواند، چون آمار از کشوری وارد کننده هم گرفته می شود، هر تاجیک وظیفه دار است که سالانه 82 کیلو پمیدار استعمال کند. هر خانواده حدودی 500 کیلو، نیم تن در یک سال باید 500 کیلو پمیدار خورید. حالا می سزد که اکنون عیدی پمیدار هم جشن گیریم. عیدی پمیدار. یک پیش دستی کردمونه گفت خوجنده ها عیدی فمیدال مبارک. به نهایت برنامه تحلیلی دیدگاه رسیدیم. برنامه های دیگری رادیویی ما و مطلب های ما را در پایگاه پیام نقطه نت و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. خدا حافظ. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه